دفاع. جمعی از پیمانکاران مشهد که اعتراض دارن به نحوه پرداختی آخر سال شهرداری و بلندزنی پروژه‌های جدید و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و عدم پرداخت پروژه‌های قبلی باعث شاکی شدن همکاران شده و پیگیر مطالبات خودشون هستن و این امر موجب شده که فضای امنیتی در میدان شهدای مشهد انجام بشه و امیدوارم که راه حلی کسب کنه. گزارش 5 خبر مشهد امید به رفع حل مشکلات.